دارد دل ما راه نجاتی دیگر در مشهد و در قم، عتباتی دیگر بر بانوی با کرامت قم صلوات، بر شاه خراسان صلواتی دیگر. السلام علیک یا بنت ولی الله، السلام علیک یا اخت ولی الله، السلام علیک یا عمت ولی الله، السلام علیک یا بنت موسی بن جعفر و رحمت الله و برکاته. در آغوش حضرت کریمه آل طه فاطمه معصومه سلام الله علیها بریم بغل برادر جانشون حضرت عالم آل محمد ولی نعمت ما ایرانی ها امام رضا جانمون، که من میخوام شبکه های ذریح مطهر امام رضا رو گوشواره چشمانتون کنید مردم و دل بدید به این اشعار که نمیدونم چند وقت مشرف نشدید صحن و سرای امام رضا جانمون. حرم لبریز زائرها، مسافرها، مجاورها، گروهی آذری ها و گروهی از شمالی ها، یکی از پای قالی ها، یکی از بین شالی ها، و حالا هر کدام آرام زبان وا کرده در این ازدحام آرام. ببین این دست پینه بسته را آقا، ببین این شانه های خسته را آقا، به بیخوابی دو چشم خیش مجبور کردم من، به زحمت پول مشهد آمدن را جور کردم من. نشستم تا بگیرم، الهی که روزی همتون بشه، نشستم تا بگیرم دامن ایوان طلایی را، به سمتت باز کردم دست خالی گدایی را. یکی درد دلش را با امام مهربان میگفت، یکی بالای گلدسته از آن میگفت، یکی بغض میان آه را میگفت، یکی هم خستگی راه را میگفت. جوان زائری در گریه هایش آمدم ای شاه را میگفت. خلاصه عده آنجا خوش به حالشون، اونایی که الان حرم امام رضا هستند، خوش به حال اونایی که الان حرم حضرت کریمه آل طه فاطمه معصومه سلام الله علیها دست به دامن این حضرات شدند. خلاصه عده آنجا و خیلی ها ز راه دور دلتنگ حرم هستند، همانهایی که جا ماندند و حالا پای تصویر حرم هستند. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا المرتضی. سلام به روی ماهتون مردم، سلام به بلندای نگاهتون، سلام به همه اونایی که حال و هوای دلشون داره پر میکشه به سمت و سوی حرم حضرت عالم آل محمد علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و ثنا. به یاد خدای امشب شبکه قرآن معارف سیما خیلی خوش آمدید. ما در کنار شما هستیم تا این ساعات و آنات و دقایق در ماه صفر، ماه داغ‌های مکرر، ماه زخم‌های کهنه حضرات آل الله علیهم صلوات الله اجمعین کنار شما باشیم و لحظاتی رو پای درس علمای اعلام، آیات عظام و حجج اسلام بنشینیم و محظوظ و مست فیض بشیم از انفار و معارف اهل بیت علیهم السلام. اجازه بفرمایید من عرض ادب و احترام و تسلیت و تعزیت خودم رو تقدیم میکنم محضر حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای محمدی شاهرودی عزیز. حاج آقا به شما سلام میکنم، عرض تسلیت ایام، به یاد خدا خیلی خوش آمدید. سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر بندم خدمت شما و همه دوستان عزیز بیننده. عرض سلام و ارادت دارم و عرض تعزیت و تسلیت شب شهادت محمد ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و ثنا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و آرزوی سلامتی، طول عمر، توفیقات روزافزون، آرزوی قبولی طاعات، عبادات، عزاداری های دو ماهشون، سفرهایی که رفتن، پیاده روی ها و تلاش هایی کردن، اون زیارت هایی که با دل رفتن، بعد منزل نبود در سفر روحانی. همین برنامه که الان ملاحظه می‌فرمایید که بناس فضائل اهل بیت مطرح بشه، یکی از بهترین
علوم و دانش‌ها و پرثواب‌ترین فرازهای عمر انسان و نورانی ترین فرازهای عمر انسان محسوب میشه. قیامت وقتی که انسان عمرش رو نگاه میکنه به این بخش از عمر که میرسه میبینه همچون خورشید میدرخشه. این مثلا نمازی خونده فرض کنید، نورانیت ایجاد شده، انفاقی کرده، کارایی کرده، هر کدام از اینها وجود انسان، نفس انسان نورانی میکنه. ولی اون زمانی که در حال تعلیم و تعلم بوده نورانیتش بسیار عظیمه. اینکه در نقل ها داریم که ساعتی که انسان صرف فرا گرفتن علم و معرفت میکنه از 12,000 ختم قرآن، چون قرآن نور است، که نام های قرآن نوره، 12,000 ختم قرآن فضیلتش به اندازه ساعتی که انسان برای فرا گرفتن معارف صرف میکنه نمیشه. معارف اهل بیت هم از عالی ترین نمونه های معارف است. خدا انشاءالله همه اینها رو قبول کنه. خدا متعال شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت شما عزیزان باشیم. انشاءالله که آنچه که به صلاح دین و دنیا و آخرت ما و شماست بر زبان ما جاری بشه. شما که نمیتونید با ما صحبت کنید فعلا، ولی خب ما میتونیم صحبت کنیم با شما. و انشاءالله که ماها هم در زمره کسانی که مجلس اهل بیت رو برگزار کردن، ذکر اهل بیت رو داشتن و ذکر امام رضا علیه السلام رو داشتن، انشاءالله ما هم جز اینها باشیم و این گفتگوی کوتاهی که خدمت شما داریم انشاءالله یک دریچه باشه به سوی معرفت اهل بیت علیهم السلام، که امام رضا علیه السلام تو یک حدیث خیلی طولانی داره، خیلی زیبا تو اصول کافی نقل شده. در مرو تازه حضرت وارد خراسان شده بود، بحث امامت بود، اومدن به امام خبر دادن، امام تبسم کرد، بعد فرمود کی میتونه مقام امام رو درک کنه. بس خود امام یک بس کنم که فصل مشبعی از خصوصیات امام رو بیان فرمودن که یک دائره المعارف است برای معرفت امام، که دوستان مراجعه کنن به نادر فی فضل الامام، اونا اونجا ملاحظه بفرمایید. انشالله که حاصل گفتگوی ما همین باشه که یک گامی در جهت معرفت امام برداریم که اگر این اتفاق بیفته ما به حکمت رسیده ایم. از امام سوال کردن این آیه قرآن که میفرماید که و من یؤت الحکمه فقط اوتی خیرا کثیرا، به هر کس حکمت داده شده خیر کثیر داده شده. یؤت الحکمت من یشاء، هر کی بخوان حکمت رو میدن. بله، حالا این آیه که در سوره ملک بقره اومده که هر کس که بهش حکمت داده شده خیر کثیر داده شده، از امام سوال کردن این حکمت چیه که هر کس داشته باشه خیر کثیر داره؟ فرمود معرفت الامام و طاعت الرب. ای جان اللهم ارزقنا یا رب. این حکمت معرفت امام که انسان امام رضا رو بشناسه، این حکمتی است والا که هر کس داشته باشه خیر کثیر داره، که دنبال این معرفت امام هم طاعت رب میاد خود به خود. انشالله که اینجوری بشه و این جلسه ما نتیجهش معرفت الامام باشه. بسیار خوب. از معرفت اهل بیت گفتید. آقا از وسائل و شیعه یک روایتی از وجود نازنین امام رضا جانمون میخوندم که من جلسه مجلسن، هر کسی که در مجلسی بنشیند که یاد ما اهل بیت زنده نگاه داشته شود، در روزی که همه قلب ها میمیرد این قلبش نمیمیرد. و فکر میکنم که از ارزاق معنوی همه مخاطبین جان، همه ملت امام حسینی و امام رضایی ماست. فکر میکنم پشتبند سرود ملی ما هممون اینو حفظیم دیگه. ای صفای قلب زارم، هرچه دارم از تو دارم تا قیامت، ای رضا جان سر ز خاکت بر ندارم. ما تعصب امام رضامون رو میکشیم و در این شب شهادت آقا جانمون دست به دامان ایشون و مادرشون شدیم. بگید برای ما از فضائل و مناقب حضرت بشنویم و محظوظ بشیم. بله، قبل از اینکه حالا من یه اشاره به مطلب داشته باشم، یه حدیث از خود امام رضا علیه السلام داریم که فرمود ظاهرا به همون ابوالسلط، همون ابو سلام هروی که از یاران همیشه حضرت بود و آخرین لحظات حضرت همراهش بود، فرمود که رحم الله امرئ احیا امرنا. رحمت خدا بر اون کسی که امر ما رو احیا میکنه، زنده میکنه. سوال کرد کیف، چطور؟ فرمود که یتعلم علومنا و یعلمها الناس، معارف ما رو یاد میگیره و مردم هم یاد بده. فان الناس اذا علموا محاسن کلامنا لاتبعونا، مردم زیبایی های کلام ها رو بشناسن که سراسر زیباست، همه معارفشون زیباست، مردم بفهمن که امام رضا چی گفته، همه پیرو امام رضا میشن، شرق و غرب عالم. اگر ما بتونیم یک پرده از روی این معارف برداریم و گوشی از این معارف رو معرفی بکنیم،
امر اهل بیت علیهم السلام رو احیا کردیم. اما امام رضا علیه السلام، آیه اسلامی به گردن ما حق حیات معنوی ویژه داره. همه امامان به گردن ما حق دارن، حق حیات معنوی دارن. یعنی حیات معنوی ما و این تشیع و این پیرو اسلام ناب بودن ما مرهون تلاش‌های ائمه علیهم السلام در طول این عرض کنم که 250 سال که نه، این 1400 سال بوده. ولی امام رضا علیه السلام عرض کنم که یک حق حیات ویژه معنوی داره. شما ببینید وقتی امام رضا علیه السلام تشریف بردن ایران، خورشیدی بود که ایران رو سراسر خراسان کرد. یعنی خورشید امام رضا علیه السلام همه ایران رو خراسان کرد. حالا از این به بعد شما می‌بینید که ستارگانی اومدن تو ایران که هر کدامشون هر جا که هستن برکت اون منطقه هستن. صدها نفر از فرزندان زهرا سلام الله علیها بحث این اومدن. یکیش حضرت معصومه سلام الله علیها است. ببینید که اینجا چه مجالی ایجاد شده و چه معدوبه الهی اینجا به وجود اومده که هر روز شاید هزاران نفر از این طریق بهشتی میشن. این حیات بهشتی شدنشون از این بانوی بزرگوار دارن. دیگر کسیشون رو زیارت کنه بهشتی است. فله الجنه. الجنه هم جواد فرمود من زار عمتی به قم فله الجنه. خوشحال اونایی که الان دست به دامان خواهر امام رضا جان بله یا از دور انشاءالله زیارت کنن. خب این حضرت معصومه سلام الله علیها برای دیدار امام رضا علیه السلام اومد و اینجا شد یک خورشید و شد یک در از درهای بهشت که به روی همه اهل حق و حق پویان باز شده و این بانو باعث شد که اینجا حوزه علمی تأسیس بشه که معارف ناب اسلام از اینجا منها تفیض العلم الی سایر البلدان، از اینجا علم به همه مناطق دیگه جریان پیدا میکنه. اینجا شد مسجد جمکران وقت شد 3 در از درهای بهشت که از این منطقه باز میشه. خود امام رضا علیه السلام قبر امام رضا ترعه‌ای از ترعات بهشت و بقعه‌ای از بقعات بهشت. همه امامزاده ها هر کدام از اینها که در یک گوشه ایران، خب این همه اینها برکت امام رضا علیه السلام هست. گذشته از این که امام رضا علیه السلام معارف شیعه رو جهانی کرد، اینکه به عالم آل محمد معروف. خب همه امامان علم لدنی داشتن، همشون عالم بودن به تمام معنا، عالم به علم لدنی. ولی علم امام رضا علیه السلام تجلی کرد تو کل جهان. وقتی همه سران ملل و نحل و ادیان مختلف جمع شدند و با امام رضا مناظره کردند و اونجا روشن شد که علم اهل بیت چیه. امام رضا علیه السلام با اهل تورات با تورات خودشون مهاجم میخونه، با اهل انجیل با انجیل خودشون، و بهتر از اونها انجیل رو میخونه، بهتر از اونها از تورات خبر داره. دیگه حرفی نداشتن بزنن. یه زمانی آستان قدس رضوی یه برنامه‌های گذاشته بود که مناظرات امام رضا علیه السلام از کنم که بازآفرینی میشد. ما از طرف امام رضا علیه السلام بودیم و از اساتید خودشون هم، حرم هم از طرف مثلا عمران صابی یا اونجا برای ما روشن شد که امام رضا علیه السلام چی کار کرده تو اون. خب به هر حال این حیات علمی، حیات معنوی و این نهادینه کردن شیعه، این عظمت بخشیدن به شیعه، طوری که شما ببینید بعد از این دیگه همه امامان هم میشن ابن رضا. نه تنها امام زاده ها میشن ابن رضا، امام جواد هم میشه ابن رضا، امام هادی هم میشه، امام عسکری هم میشه ابن رضا، همه میشن ابن رضا، یعنی امام رضا علیه السلام. خب حالا این حیات حق حیات معنوی زمانی اثرگذاره که قابلیت هم باشه، فاعلیت تامه. اما اگه خدای نکرده قابلیت نباشه، اگر آینه صاف نباشه، نوری درش منعکس نمیشه، چهره‌ای دیده نمیشه. ما باید قابلیت دریافت این حیات معنوی رو هم در خودمون ایجاد بکنیم و هرچی که ما در اخلاق و رفتار و سیره زندگیمون به امام رضا علیه السلام نزدیکتر بشیم، بیشتر میتونیم در پرتو این خورشید قرار بگیریم و نور و حیات و
حرارت بگیریم از این خورشید خراسان که امام رضا علیه السلام باشه. حالا اگه فرصت شد چند جمله ما راجع به خیلی خوب آقا، حتما همینطوره. فکر می‌کنم همه مشتاقیم امشب بشنویم از معارف اهل بیت و خصوصا فضائل و مناقب امام رضا جانمون، تکالیفمون و عهدی که برگردن ما هست در برابر این وجود نازنین. اجازه بفرمایید فرصتی بگیریم برگردیم و اینجوری ندا بزنیم که ندای یک ایران امشب که ایها السجیتکم الکرم، امام رضا شما رو ول کنم کجا برم؟ امام رضا. الحمدلله رب العالمین. خیلی خداتون رو شکر میکنید مردم که لئن شکرتم لازیدنکم، که تو این شب عزیز خدا چشمتون رو دوختید به قاب ذریح مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و شاهراه پیدا کردید و از اینجا عرض ادب میکنید محضر حضرت آل محمد علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و سلام. در کافی امام رضا جانمون فرمودن که هر کس اندوهی را از دل مؤمنی بزداید. این واسه امشب ها، نمیدونم کارم کجا گیره. امام رضا اینو واسه من و شما گفته که هر کس اندوهی را از دل مؤمنی بزداید در روز قیامت خدا از اندوه را از دلش باز میکند و بر میدارد. الهی که بتونیم تو این مسیر نفس بزنیم و امام رضایی تر بتونیم زندگی بکنیم، رفتارمون، گفتارمون، نگاهمون از جنس امام رضا باشه. ایشالله واسه هممون دعا بکنیم، واسه هم ایشالله. حاج آقا بشنویم از لسان مبارک شما در باب فضیلت وجود نازنین علی ابن موسی رضا. بله، حالا راجع به امام رضا صحبتی الان کار دشواری است، چون هم اون اوضاع سیاسی اجتماعی حضرت ویژگی که امام رضا علیه السلام داره، خب پذیرش اون ولایت عهدی مأمون و اون اتفاقاتی که افتاد که اون هم خیلی به نفع شیعه بود و خیلی از گرفتاری های شیعه حل شد از اون طریق، ضمن این که مأمون بهش خودم از اهدافی که داشت نرسید، اهداف شیطانی که داشت او به اهدافش نرسید، ولی امام رضا علیه السلام از این طریق یک عنایت و یک نصرتی نسبت به پیروان اهل بیت که خیلی در فشار شدید بودن براشون داشت. اما بهتر اون فضایل و مناقبی که به درد بیشتر دوستان و عزیزان بیننده ما میخوره. خب نکته که عرض میکنم اینه که نظام آفرینش نظام حکیمانه و حساب و کتاب داره. خب امام موسی بن جعفر علیه السلام بر حسب نقل مشهور 18 تا پسر داشتن، 17 تا دختر. خب هیچ کس امام رضا نمیشه، هیچ کدام از برادر امام رضا قابل قیاس با امام رضا نیستن، چنانکه هیچ کدام از دختران امام موسی بن جعفر علیه السلام هم با حضرت معصومه سلام الله علیها قابل قیاس نیستن. چرا؟ خب اینا هر دو همشون فرزند موسی بن جعفرن. بعضی از برادر امام رضا برای امام رضا تو دادگاه اقامه شکایت کردن، خود برادرشون. جهتش اینه که اون چی امام رضا کرد، اون تلاش ها و زحمت ها و اون جدیت هایی که در راه عبودیت به خرج داد. خدا حکیمه، اگر پیامبر به معراج میره چون به مقام عبودیت رسیده، سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام، نه به رسولی نه به نبی، مقام عبودیت، این عبودیتی که انسان رو به معراج میبره. در اون آیه سوره نجم هم داره که دنا فتدلی فکان قاب قوسین و ادنی فاوحی الی عبده ما، نه اوحی الی رسوله، به رسول باید وحی بشه، به نبی نه، اوحی الی عبد. این عبودیت او رو به اینجا رسونده که به مقام دنا فتدلی رسیده. امام رضا علیه السلام در عبادت و عبودیت، من یه گوشه های از عبادت حضرت عرض میکنم. وقتی که دیبل خزایی اومد مرو و خدمت امام رضا و اون چکامه و اون قصیده کم نظیرش رو از لحاظ ادبی و از هر حیث قرائت کرد، امام رضا علیه السلام 3 تا هدیه بهش داد. یه انگشتر عقیق بهش داد، 10,000 درهم رضوی که به اسم خود امام رضا ضرب شده بود، سکه رو به اسم امام رضا ضرب می‌کرد بهش داد، و یه پیراهن. فرمود که دیبل قدر این پیراهن رو بدن، من 1000 شب
هر شب 1000 رکعت نماز تو این پیراهن خوندن الله. و 1000 ختم قرآن تو این پیراهن انجام دادن. الله. این قضیه اگه امام رضا میشه امام رضا، دستگاه خدا اینجوریست. وقتی که یه چشم از عبادت امام رضا علیه السلام. حالا شما از این ببینید که نمازش چطور بود، قرآنش. امام رضا علیه السلام تو همین سفری که تشریف بردن ایران، در هر 3 شبان روز 1 بار قرآن ختم می‌کردن. فرمود بخوام میتونم در زودتر از کمتر از 3 شبان روزم ختم کنم، ولی من به هر آیه که میخونم دقت میکنم. اگر آیه وعید به خدا پناه میبرم، اگر آیه وعده هست از خدا میخوام که اون نعمت خدا به من بده. نماز شب امام رضا، روزهای امام رضا، دعاهای امام رضا، این سیره عبادی امام رضا علیه السلام. امام رضا میکنه که امروز نورش همه عالم رو پر کرده. یک خورشیدی شده از خراسان ایران که نه ایران که همه عالم رو خراسان کرده. خراسان یعنی خورشید وش. خورشید آسان هم در ادبیات فارسی یعنی پسوند وش و همراه. همه دنیا شده خراسان به برکت وجود امام رضا علیه السلام. در جود و بخشش و انفاق و در همراهی با زیردستان و فقرا، امام رضا علیه السلام تو حموم ببینید اولا اینکه حموم غرق نکردن، مثل بقیه رفته تو و ثانیاً یه نفر از امام رضا میخواد که او رو کیسه بکشه. اون حموم قدیمش ما ندیده بودید، حموم قدیم بود که بله عمومی بود دیگه. وقت گاهی میرفتن میشه دلال، گاهی هم خودشون هم دیگه. امام شروع کرد کسی کشیدن. یه نفر اومد امام رو شناخت، با تعجب گفت، طرف فهمید خیلی ناراحت، گفت نه اجازه نداد کار متوقف بشه، کارو تموم کرد. امام رضا میبینید که میاد رو خاک کنار کارگرا غلام ها میشینه، هم غذا میشه باشون، هم صحبت میشه باشون. ولی وقتی که فضل بن سهل ذوالریاستین با همه اون طول و عرضش، هم نخست وزیر بود، هم فرمانده کل قوا بود، اومد پیشش، مدتی ایستاد، امام اجازه نشستن بهش نداد، مشغول کارش بود، سرشو بلند نکرد. بعد سرشو بلند کرد، گفت چیکار داری؟ گفت که یک لیستی رو، گفت مأمون اینا رو من بخشیده، شما که ولیعهد مأمون هستید سزاوارتری که اینها رو من بدید. فرمود بخون. باز اجازه نشستن نداد، یه لیست بلند بالایی رو خوند. آخرش امام رضا فرمود اگر تقوا رو مراعات کنی، اگر با تقوا باشی، من هم تایید میکنم، من هم به تو میبخشم اون چیزها رو. امام رضا نسبت به اون افراد ضعیف اون گونه رفتار میکنه، نسبت به این کسانی که رئیسند و نمیدونم ذوالریاستین هستن اینجور رفتار میکنه. حالا گوشه هایی از خود حرم مقدس، حرم رضوی سلام الله علیه، کارهای خوبی کردن راجع معارف امام رضا علیه السلام، بسته هایی رو آماده کردن که من توصیه میکنم دوستان عزیز برخی از اینها رو بخونن. و راجع به امام رضا ما کتاب‌های فراوان داریم. از بهترین منابع که مرحوم شیخ صدوق رحمت الله علیه، شیخ صدوق بیش از 300 اثر از خودش باقی گذاشته. این کتاب عیون اخبار رضا سلام الله علیه بیش از بی‌نظیر این کتاب بسیار ارزشمندی است. دوستان از این طریق میتونن یه مقدار آشنا بشیم با امام رضا علیه السلام و با معرفت رو زیارت کنیم. من میدونم ظاهرا شما میگید وقت تموم شده. آجا فکر می‌کنم 2 دقیقه فرصت داریم در باب تفسیر و تعویل آیات قرآن. این عیون اخبار و رضا یک گنجینه است که به نظرم خیلی ویژه است. اصلا این نمیشه از خدا بخوایم روزیمون بشه مطالعهش و نفس کشیدن باهاش. نکته که از مهم اینه که وقتی ما شناخت امام، یه وقتی اون زیارت امام رضا ولی ما ارزش داره که عارفم به حق باشه. اینو دیگه انقدر روایت داریم عارفم به حق که دیگه از امام صادق سوال کردن که این عارفم به حق یعنی چه؟ ما چیکار کنیم که این عنوان بر ما تطبیق بکنه؟ حالا من عرض میکنم اینجا اون سطح 4 معرفتی که امام صادق علیه السلام، این سطح 4 که نمره قبولیه، والا قبلش 3 مرتبه دیگه هم وجود داره، بعدش هم مرتبه وجود داره، از جمله همون حدیثی من عرض کردم، همون حدیث امام رضا علیه السلام که میخواد ما بشناسه بذاره خدمت اون حدیث، یا باید بره خدمت زیارت جامع کبیره که مانیفست امام شناسی، منشور امام شناسی است این زیارت جامع کبیر. فرمود کسی که این 4 نکته رو بهش برسه، یک، این شخص یعنی این معذور، این کسی که زیارت میکنه این امام است. و اگه امام باشیم باید مأمون باشیم. ایرانی که رفتن خدمت امام رضا گفتن که
عده از شیعیان علی بن ابی طالب اومدن دیدن شما که حضرت امامشون ندید تا 60 روز. گفت که خب شیعه کسی است که پا جای پای امام میذاره. شیعه علی بن ابی طالب حسن است، حسین است، سلمان است، ابوذر است. یک، امام رو امام بداند. اگه او امام باشه ما باید مأموم باشیم، باید پا بزنیم جای پای او. دو، او رو مفترض و طاعه بدونه، بدون اطاعتش واجبه، چه زمان حیاتش چه بعد از شهادتش. و سه، او رو شهید بدونه، راست بگه که اشهد انهم یرون مقامی و یسمعون کلامی و یردون. اینا تعارف نباشه، واقعا قبول داشته باشه امام رضا منو داره میبینه، سلام منو میشنوه و جواب سلام منو میده، ولکن حجبت عن سمعی کلام، مشکل گوش منه. امام رو شهید ببینه. وقتی شهید شد همه جا شهیده، تو کنار ذریح امام رضا شهید، اینجا هم شهیده، همه عالم شهید. در عالم برزخ او شاهد است، در دنیا هم شاهد است، همه جا شاهد است. و چهار، قریب، او رو قریب بدانه که امام رضا علیه السلام همانند عدلش که قرآن باشه محجور حتی در بین شیعیان خودش. قال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. بنابراین اگه به این 4 نکته انسان برسه نمره قبولی معرفت رو گرفته. یه بار من تکرار میکنم: 1 امام، 2 مفترض الطاعه، 3 شهید، 4 قریب. این 4 نکته اگه انسان بهش رسید وقت میشه عارفاً به حق امام رضا علیه السلام. ان شاء الله روزی هممون بشه. خیلی ممنونم آقا، ما صحتتون دعا میکنیم. امشب ویژه ما رو دعا کنید، مشرف شدید حرم، مخصوصا واسه اهالی یاد خدا خیلی دعا بکنید. و خیلی ممنون و متشکرم از همراهی صمیمانه شما مردم امام رضایی ایران همیشه اسلامی. حرف آخرم باشه: زائری بارانی هم آقا، به دادم میرسی، بی پناهم خستم مولا، به دادم میرسی. گرچه آهو نیستم اما پر از دلتنگیم، ضامن چشمان آهوها به دادم میرسی. من دخیل التماسم را به چشمت دادم، آقازاده حضرت زهرا، من دخیل التماسم را به چشمت دادم. 8مین دردانه زهرا به دادم میرسی. اللهم صل علی علی ابن مسرز المرتضی الامام التقی النقی و حجتك علی من فوق الارض و من تحت الثری الصدیق الشهید صلاة کثیرة تامة زاکیة متواصلة متواترة مترادفة که افضل ما صلیت علی احد من اولیائک. با پای دل مشرف شد. زیارت همتون قبول باشه. ما رو از دعای خیرتون محروم نفرمایید. التماس دعا یا رضا. خدا یار نگهدار همتون.